سلام. همینطوری که فکر کنم صداش تو ویدیو میاد داره بارون میاد و من بیرون بودم. دوستان زنگ زدن گفتن که حیفه تو هوا خونه باشیم بریم کافه و من از اونجایی که تصمیم گرفتم موامو فر کنم الان یه جا پارک کردم و میخوام با حداقل امکاناتی که دارم این بیگودی‌ها که همیشه همراهمه و یه بطری آبم گرفتم که موامو نمدار کنم. حالا بریم که با هم دیگه موامو فر کنیم. خب بچه من فقط میخوام جلوی موهامو فر بکنم. مرحله اول شما کاری که باید انجام بدین اینه که کامل اون قسمت هایی که میخوای فر کنی شونه بکن که موهاتون صاف بشه. مرحله بعدی نمدار کردن موهاست. خب اگه شما همون رفته باشین و یک کوچولو آب موهاتون رفته باشه میتونین همونو بیگودی ببندین. اگه حالا مثلا یهو تصمیم گرفتین نمیخواستین برین که دوش بگیرین میتونین که موهاتون رو با اسپری آب نمدار بکنین. الان چون که من هیچ کدومشون ندارم با این آب یه ذره دستمو خیس میکنم و اون قسمتی که میخوام فر بکنم و نمدارش میکنم. کاملا ریشه تا ساقه برمون نمدار باشه. مرحله بعدی مرحله پیچیدن بیگودی است. خب بچه ببینین شما از ساقه مو دور میپیچین ابتدای بیگودی و بعد همینطوری ادامه میدین تا بالا. وقتی که به ریشه موهاتون رسیدین بیگودی رو قفل میکنین به این شکل و حالا به تعداد فرایی که میخواین داشته باشین همین کار رو ادامه میدیم. خب بچه من به تعداد فرایی که میخواستم بیگودی ها رو بستم. حالا میذارم بمونه روی سرم و تا اونجایی که میخوام برم فکر کنم حدود 1 ساعت و نیم راه باشه. میذارم بمونه تا اون موقع فر میشه. نتیجه رو به شما نشون میدم. اگه میخواین سریعتر موهاتون فر بشه میتونین قبل پیچیدن بیگودی ها از موس مو استفاده بکنین. بعد از اینکه بیگودی ها رو هم باز کردین برای اینکه فراتون خوشحالت تر بشه و یکم وزش گرفته بشه میتونه از روغن آرگان یا روغن ناریل استفاده کنین. فقط اینکه خیلی به مقدار کم بزنین که باعث نشه که فراتون سریعتر باز بشه. بریم که نتیجه رو بهتون نشون بدم. خب بالاخره وقت شد که بیگودیامون رو باز کنیم. بچه وقتی که میخواین بیگودی ها رو باز کنین از اینجا یکم بیگودی رو شل میکنین، بعد دستتون رو میذارین اینجا و بیگودی رو میکشین به سمت بیرون به این شکل. که بقیه رو برم باز کنم و بیام نتیجه رو بهتون نشون بدم. اینم شد نتیجه. چطور شد؟